وقتی که انسان سحر از خواب بیدار می شود، دو ملائکه بالای خانه همان شخص می فراید. یقول احدهما، یک تای همین ملائکه چی می گوید؟ اللهم اعطی منفقا خلفا. خدایا اگر همین بنده تو خیراندیش باشد، همین بنده تو دست درازی کند، همین بنده تو سخی باشد، خدایا اگر 1 سوم همین بنده صرف کند، در عوضش 700 سومش عطا کن. و یقول الاخر، لیکن ملائکه دویمش چی میگفت است؟ اللهم اعطی ممسکا تلفا. پروردگارا اگر همین بنده ای که دولت دارد، همین بنده ای که سهولت دارد، اگر همین بخیل باشد، دست درازی نکند، طلبنده را از نزد در براند، دست درازی به سوی همسایه نکند، خدایا این ممسک است،